السلام علیکم و رحمت الله و کل تماشاگران ما. روان خوشنود و خرسند و باورور باشید. از جنگ امریکا و اسرائیل با ایران اکنون هر یک دولت خودش برنده میگیرد، لیکن اون چیزایی که میگویند مثلا دولت ها عیان است به همه، ما همه را گفتن نمیتونیم، به خاطر که از منطقه زندگی میکنیم در این هم وابستگی داریم. لیکن امریکا گفته است که ما غلبه کردیم، ما اونا بازار نشوندیم. خیلی بسیار هم گفت چی ما خریدی کارمون رو تمام کردیم. لیکن با یک خبر دیگه که لیوان با اسرائیل و 10 روزه آتش بس اعلان کردن. با گفته اکنون آتش بس امریکا با ایران حالی اکرافته شده است. حالی نمعلوم چی گپ می شود. باز حالی خدا را شکر که آرامی ایران با فکرم سید موسی ریزوی باشد، جانشین وزیر دفاعش گفته است که ما در همین 40 روزه که جنگ کردیم 10 برابر همون پهپادها ما را زیاد استحصال کردیم. این گپی شوخی نیست. مثلا 10 برابر از زبان خودش همون در این فهمیدم 10 برابر این بسیار کلان است. پهپادهای ریاکتیوی است و با پهپادهای شهید میگن اینا و پهپادها را زیاد کردن که میگه ما این منطقه را با جهنم تبدیل میدیم، همون منطقه هایی که مثلا امریکا و اسرائیل است. اکنون در این حالتی که مثلا آتش بس است، امریکا هم عراق مثلا سربازای خودش با همین از امریکا با این طرف کشیده آورده شده است. عاقبتش خدا با خیر باشد. انشاءالله باور داریم که باید جنگ نشود یا صلح و ثبات شود، با یک نقطه عمومی مهم برسند. ایران باشد همیشه میخواهد که صلح باشد، جنگ نمیخواهد. مثلا خیلی آدم سالم باید جنگ نخواهد. خدا نگهبان ما و شما باشد. انشاءالله چی گپی شد با شما میرسیم. خدا نگهبانتون باشد. لایک موندن و آبونه شدن فراموش نکنید.